بچه ما در ترکیه استانبولی چجوری بگیم که بیا خب، برو خب. تو این ویدیو میخوام بهتون 2 تا پسوند یاد بدم که در سریال ها خیلی میشنوید، فقط به صورت محاوری ازش استفاده میشه و استفادهش هم خیلی آسونه. دقت کن، این فرمولی که میبینید بعد ریشه فعل کافی شما پسوندهای سنه و سنا بیارید که معنی خوب میدن، یعنی به نوعی جمله تأکیدی و شاید هم امری بشه. دقت کن، گلسنه بیا خب، گیتسنه برو خب، otursana بشین خب، neden susuyorsun konuşsana، neden susuyorsun konuşsana. بچه ما میتونیم اینجا بعد از ریشه فعل به جای پسوندهای سنه و سنا از کلمه artık استفاده کنیم. کلمه artık معنی دیگه میده. بیا دیگه، gel artık برو دیگه، git artık. خب میتونستی بگی gelsene gitsene، gel artık git artık. دقت کردیم بچه ها؟ اینجا دیگه ما از کدوم پسوند استفاده کنیم، از کدوم کلمه، بستگی داره به منظوری که شما میخوای به مخاطب انتقال بدی. okusana بخون خب، oku artık بخون دیگه. هیچ تفاوت معنایی اینجا زیاد محسوس نیستش.